دکتر منتظر آقا. آقا من نمیام خانم دکتر. پاشو برو تو که همه جا با من هستی، شما که همه جا با من میام. پاشو برو الان. یعنی من نمیام. یعنی چی من نمیام آقا؟ بلند شو. ما وقت اضافی نداریم آقا. برو. دکتر منتظره. میتونم بیام داخل؟ سلام علیکم. سلام. بفرمایید. آقای عامر. بله عامر. خودم هستم. عامره؟ نه همین دیگه عامر خودمم. آها عامر. بله. خوبی آقا عامر؟ مرسی خدا رو شکر. شما خوب هستی؟ واسم تعریف کن. راحت رسید اینجا؟ آره دیگه با اسنپ اومدم. حاجی پولشو داره. حاجی خیلی وضعش خوبه. خیلی منتظر موندی عامر جان بیرون؟ نه منتظر که نه، ولی حالا از خانم منشی عذرخواهی کن. چرا؟ نمیدونم اونجا یکم چیز شد دیگه، ببخش. چی شد؟ حالا برش. خب تعریف کن واسم چه مشکلی داری؟ مشکلتو چجوری میتونم حل کنم برات؟ آقای دکتر من نمیدونم شما چرا فکر می‌کنید شما رو اون صندلی نشستین من اینجا نشستم؟ حالا شما سالمین، من شدم مشکل دار. آقای دکتر چرا شما فکر می‌کنید هر کی میاد جلوی شما میشینه مثلا خلوچله، یا منم مثلا مثل این خلوچله هم که نشون جلوی شما میشینن؟ آقای دکتر من دیوونه نیستم که حالا یه صدای همش مغزم میگه بخون یه صدای دیگه جوابشو میده. اون روز دیگه مامانم داشت گریه می‌کرد گفتم بس دیگه. اصلا مشکل نداره. حاجی آشنا، حاجی خیلی آشنا داره. دیگه گفتم اینجا پیش شما. حاجی همه رو میشناسه. عامر جان میخوای یه خورده آروم‌تر شروع کنیم؟ یه خورده آب بخوری عزیزم؟ بخور بله. ریختم. گفتی که یه صداهایی میشنوی درسته؟ آره دیگه الان شما میشنوید آقای دکتر. صدا؟ چه؟ نه نمیشه. شما دیگه دکترین، خجالت بشین که درسشو خوندین نشدین؟ حالا یه چیزایی آره میشنوم ولی نه. تعریف کن مثلا خب از کجا شروع شد؟ از خرداد 91 شروع شد. اون موقع که ما گفتن امتحان نهاییتون 25% توی کنکورتون تاثیر داره، خودمو کشتم که معدلم بشه بالای 19. آخرین امتحانی که دادیم ما رو برداشتن نشوندن سر کلاس‌های پیش دانشگاهی. هر چی گفتیم بابا تابستونه، فصل بازی و خنده، مگه از نه شروع نمیشه؟ گفتن نه. خب حداقل یورو داره، بذار یورو ببینیم. یورو 2012 داشون سال که آلمان رفت تو نیمه نهایی به ایتالیا با خیلی تیم خوبی بود. حیف شد. خیلی سال بدی بود. آقای دکتر. صبح از خواب بیدار می‌شدم تست می‌زدم. ظهر یه نهار می‌خوردم، نمی‌خوردم، استراحت می‌کردم، دوباره تا شب فقط تست می‌زدم. می‌دونی از چی خیلی بدم میومد؟ از درس‌های حفظی. ادبیات می‌دونی چی های دکتر؟ ادبیات 3 تا کتابه، هر کدومش انقدر. پر آرایه و لغت و واژگان و شعر حفظی. نابرده رنج، گنج، 5، 6، 7، 8 تا حتما قرابت معنایی میاد. 2 تا لغت، یه دونه هم تاریخ ادبیات که دیگه هر ساله بده. میسر نمی‌شود. شنیدین که؟ چیو؟ آیا دکتر میسر نمی‌شود؟ آها آره مزد آنگیرد جان برادر که مزد زحماتمو خداییش گرفتم یادم نمیره. از شب قدر اومده بودیم تو فریاد تازه سحری خورده بودیم که SMS من نتایجتون اعلام شده. مامانم انقدر خوشحال شد که همون ساعت 3 صبح به هر 4 تا خالم زنگ زد. به زندایی‌ها هم زنگ زد چششون داره. حاجی از خوشحالی داشت اشکش در میومد. حالا به روی خودش هم نمی‌آورد ولی از سر سفره باشه در من پسرشم میفهمم. دیگه اینجوری لطفا هم خیلی عالی شد. پس گفتی که رتبت خوب شده داره. دانشجوی کجایی؟ حالا اینم داستان داشته. شما هم دیگه بیکاری باید احترام روز واسه تعریف کنم. من رتبه‌ام که اومد 3 رقمی شدم. خیلی رتبه خوبی بود. خیلی زحمت کشیدم. بعد حاجی گیر داد که باید بریم اون یکی دانشگاه. تو رتبت خیلی خوبه. من گفتم من سردر 50 تومانی دانشگاه تهران رو ول نمی‌کنم برم دانشگاه بی سردرا. دیگه گیر دادم. حاجی گفت اینا دیگه اومدیم اینجا. یادم نمیره. روز اول از در 50 تومانی اومدم تو، رفتم تو نماز جمعه واسطادیم. بعد ما بچه بودیم دیگه اینجوری صف به صف واسطادیم و اینا دور دانشگاه گشتیم. بعد رفتیم تو سالن چمران نشستیم. اون ما گفتن از معاون آموزشی دانشکده دعوت کنیم که تشریف بیارن روی سن. معاون آموزشی وقت تشریف بردن روی سن. گفتن که اینجا دانشگاه تهرانه، نماد آموزش عالی کشوره. گفتن اینجا دانشکده فنی مهد مهندسی کشوره.
گفتن اینجا دانشگاه عمران بهترین دانشگاه عمران کشوره. گفتن هر کی از اینجا فارغ التحصیل بشه هر کاری دلش بخواد گیرش میاد. گفتم قبل تو دارم. گفتم یا نگفتم آقای دکتر؟ عامر جان میخوای یه خورده دیگه آب بخوری عزیزم؟ بخور جان. خب ادامه بده. گفتی کارآموزی رفتی. آقای دکتر چی شد پس؟ من قرار نبود کار واسه ما باشه. من رفتم کارآموزی، پسر 2 ماه ازم کوچیک‌تر بود. دانشگاه آزاد باراجین درس می‌خوند. مسئول من بود اونجا تو کارآموزی. من قرار نبود کار واسه ما باشه. خب کارآموزی بوده آخه جانم. آقای دکتر یه چیزی شما هم میگین کارآموزی بوده که خب من کارآموزی بودم، اونا که کارآموزی نبودن. یه ساختمون بود. شما نمی‌دونید کارآموزی چیه؟ یعنی خب درست میشه، حالا نگران نباش خیلی عزیزم. یعنی هیچ امیدی نداری برای کار و اینا؟ امید که آخه من آقای دکتر آدم معمولی نیستم، پسر حاجیم. حاجی واسم ردیف کرده یه چیزی قرار برم. پس قراره بری سر کار ها؟ نه قراره، من گفتم قراره برم. نه رفتم. رفتی؟ یه جا رفتم مصاحبه. خب چی شد؟ چی که والا عالی نشد. پول ندارم. من اگه خودم این آبو از بیرون می‌خریدم که ارزون‌تر می‌شد برام. به من ربطی نداره بیرون چقدر می‌خریدی. من دیگه شما حرف می‌زنید. من فکر کردم ناتوانی ببخشید. ندارم. خیلی آقا زیاد شد اب نداره. آقا کارتمو برداشتی. آقای عامر. بله. آقای خوانده اومدن، تشریف ببرید این دفترش. مرسی. سلام جناب. من اومدم استخدام بشم. مرسی. اومدم بریم سر کار. دست من. برای کار اومدی؟ بله. تا حالا سر بریدی؟ نه بابا. دل رو دوزیدون کندی میاریش نه نیست. پوستشو کندی بندازی جلوی آفتاب خشکش. من فکر کنم اشتباه اومدم. ببخشید مزاحمتون شدم. اگه برای کار نیومدی چرا؟ ولی من مهندسم.
مهندس عمران. بله. عمران. بله. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه تهران. مرکز. نه خود دانشگاه تهران. مرکز. نه شما یه دقیقه اجازه بدین، خود دانشگاه تهران نقطه. مرکز. آره تهران مرکز. خب پس گفتی که مهندسی عمران. بگو ببینم یه من و تو با چند بیل سیمان و چند بیل ماسه درست میکنم. والا بیلی که بلد نیستم، من گامای سیمان رو دارم، با گامای ماسه بهم یاد دادن، با فرمول شهران ندارم که البته فکر کنم شما اصلا متوجه نمیشین من چی دارم میگم. فولاد ازم بپرسید، من فولاد با دکتر میرقادری باز کردم، خیلی بلدم. پس گفتی که فولاد. بله. الان توی بازار میلگیت شاخوی چند این که اصلا ربطی نداره. فولاده. بلد نیست. زمان تخصصی چطور؟ قبول دارم، اینجا اشتباه کردم. اختیاری بود، تنبلی کردم، بر نداشتم، ببخشید. یعنی بلد نیستی افغانی صحبت کنی؟ زبان تخصصی اینه. کارگرای ما اینجا همه افغانی صحبت کنی. مگه همون فارسی نیست؟ حاجی رو من معرفی کرده گفته که اینجا شما کار واسم داریم، مثلا میگه حاجی؟ حاجی دیگه. کدوم حاجی؟ هر روز حاجی های زیادی میان اینجا که براشون سر بباریم. حاجی اصلا اهل این کارا نیست. مزاحم شدم، ببخشید. بیتابی میکنه. یه ذره آب بدید بخوره، بعد سرشو ببر. قطعش کن. صدای چی بود؟ نفسهای آخر. من حاجی بهم گفته بود آدم دمدمای آخر یه جور دیگه میشه، آهسته هاییه. فکر نمی‌کردم همچین صدایی در کسی. آدم؟ تو فکر کردی من قاتل جانیم؟ اینجا کشتارگاه گوسفند آقا. بابا دلم ریخت، ترسیده بودم. از اولش هم میدونستم آدم با استعدادی هستی. تو از اینجا استخدامی. مرسی لطف داری، ولی فکر نکنم واسم کاری باشه. دست گوسفندهای من از تو خوششون اومده. تو باید اینجا استخدام شی. این گوسفندی من فکر کردم گربه است. نه گربه ها رو سوسیس کالماس میکنه. خدا خیرتون بده. من مزاحم نمیشم، میرم. نه تو مگه نگفتی که دانشجوی عمران تهران مرکزی؟ نه مگه نگفتی تهران تهران مرکزی؟ مرکزم، من تهران مرکزم. خب مگه غذای صرف نخوردی؟ غذای صرف خوردم، چرا؟ قیمه، گرمه، کرف، چلو خورشت گوشت اونا رو کی میده؟ ما میدیم. البته گاو و گوسفند نمیدیم، صداشو شنیدیم. خدا خیرتون بده. خب من میخوام تو رو اینجا استخدام کنم. حسن خوی! دو تا از اون دستکشو بردار آقا ببینم. چه استخدام کنم؟ حسن دستکش نه من خوشم اومده. تو باید اینجا استخدام شی. از فردا شب با حاجی بیای همینجا با هم دیگه کار میکنیم. نه تو باید بیای همینجا. که اینطور آیدتون شانس آوردم ها. آره شانس آوردی. میخوای خورده آب بخوری سخت گذاشته. ترسیده بود. کلا آب چیز خوبی هم اینجا. معلومه شما مثلا فقط آب بلدین تجویز کنید دیگه. پس کارم مثلا پیدا نشد ها؟ کار که
آره تو شما فکر نکنید من مثلا عمران رو انتخاب کردم مثل همه مثلا چون میگم پول توشه و اینجور چیزا. نه من اصلا فرق دارم، من کسی دیگه ام. من میخوام منظر علم رو جابجا کنم. آقای دکتر من اصلا گفتم به حاجی سردار 50 تومانی اینا بهونه است. من دانشگاه تهران انتخاب کردم که بشم مهندس بازرگان، که بشم دکتر چمران. آقای دکتر میدونید من میخوام چیکار، اصلا هدفم چیه تو زندگی؟ دلم میخواد اسمم بزنم روی خیابونی. تخت‌آبوس سرآمد، تخت‌آبوس سرآمد، سرآمد. آقای دکتر میخندید؟ یه روز بالاخره حتما میاد سرآمد. خب عامر جان، حالا غیر خیابون شدن دیگه چی دوست داری؟ مثلا تعریف کن. راستش آقای دکتر من پول خیلی دوست دارم. مثلا جیبام همیشه پول باشه خیلی دوست دارم. آقای دکتر من ماشین خیلی دوست دارم، یه ایکس6 داشته باشم، یه وسپا هم داشته باشم، خیلی دوست دارم. آقای دکتر حالا شما که دیگه دکترین، معلم اسرارین، من زن خیلی دوست دارم. مثلا یه زن خوب داشته باشم دکتر خیلی دوست دارم. عزیزم شما که میخوای زن بگیری سربازی رفتی؟ سربازی که من اینجا تو سربازی نمیرم که من پسر خالم با لیسانس رفت سربازی کی؟ سال 80. اون موقع یه درجه جا رشته دادن، نمیدونم چیز شد، سرهنگ شد، سرتیپ شد، یه همچین چیزی. الان من برم که میخوان یه 8 بدن اینجا رو بازو، خب اونم نمیخوام. آیا تو من فکر نکنید مثلا با لیسانس میرم سر برجک وا میستم چی مامانم دق میکنه که نه من همینجا بمونم، ارشدم بخونم، شاید حالا دکترام گرفتم، معلوم نیست. و همینجا اصلا امریه میشم، آتی دولیک مرتبطم هست. خیلی عالی. خب سربازی که نمیخوای بری، کارم واسه جور نشد، حالا چیکار میخوای بکنی؟ کار واسه جور نشد که من الان 2 ماه فارغ التحصیل شدم، به 33 تا شرکت عمرانی زنگ زدم. نصفشون گفتن دم انتخابات داریم همه چیو افتتاح میکنیم، پروژه نداریم مثلا. به یه شرکت زنگ زدم مثلا جوابمو نمیداد، گفت از اتاق بیرون قطع کرد تلفنو. به شرکت مقاوم سازی زنگ زدم که گفت فقط مهندس قانون. چی کار کنم؟ کار واسم نیست. شده کار که من که نمیدونم چی کار باید بکنی. آخه ما اینجا فقط میشنویم. میشنوی؟ آیا تو من اولش من بودم شما میشنوی؟ نه شما گفتی نه میشنوی. نه اون صدا رو نمیگم. ما کارمون تو مرکز مشاوره اینه که هر چیزی که شما میگین رو بشنویم اینجا. اینجا؟ من که مال اینجا نیستم، من باید برم. بری؟ کجا بری؟ الان پس چرا اومدی اینجا؟ دکتر من باید برم. خب بچه رو اومدی اینجا؟ بعضی وقتا ناامیدم میکنی. اینجا که منظورم اینجا نیستش که تو این کشور، من باید برم. آها میخوای اپلای کنی؟ میخوام که کردم. کارش هم کردی؟ آره. خب چی شد؟ کجا میخوای بری؟ راستش ما دانشجو که بودیم گفتن یا آقای هنری هست بچه‌ها رو کمک میکنه برن اون بعد اینا، خیلی کارش درسته. من اشتباه برداشت کردم، فکر کردم کارش درسته یعنی کار درستیه، فکر کردم هر کسی این کارو بکنه کارش درسته، چون کارش درسته. اشتباهی رفتم یه جا دیگه. یه جا دیگه؟ خب اونم که بالا کجا؟ خب کجا رفتی؟ پیش آقای اشتباهی. آقای اشتباهی؟ آره دیگه اسمش اشتباهی های دکتر، از بازارنامه که دیگه زایدتر نیست اسمشه. اسمش اشتباهیه؟ بعد چی شد؟
آقای عامر بله. مدیر عامل اومدن آقا بفرمایید تو. سلام اینجا. سلام سلام به اول شما عاملم چکرم. بسیار خوشبختم بعدم اشتباهی هست اسمتونه؟ بله خواهش می‌کنم بفرمایید چه لبخند زیبایی چه گل پسر چه پسر نازنین چه سری چه دمی عجب پایی شما می چیزایی میبینین؟ جان چه دومی میگم چه دومی شما می چیزایی میبینین؟ من آخه چیزایی میبینم. پسرم والا اصطلاحه آها حیف شد. خب بگو ببینم دیگه چه خبره مهندس راستش من اومدم که برم. بری بودی حالا عالی چرا خب آقا یه میخوام برم مال کدوم دانشگاه هستی شما؟ دانشگاه تهران. تهران مرکز بابا مهندس شما که دیگه بلدی خود دانشگاه تهران. بابا پشت 50 تومانی که حتما عکسشو دیدین دیگه حداقل. بله دانشگاه تهران ما اونجا رفت آمد زیاد داریم کلی سمینار کلی کنفرانس به بس شما دانشگاه تهران بله. بعد چی دانشگاه تهران معدد چنده 13. خب اینا مهم نیست معدل 4 تا 5 تا رقمه که فقط به درد دفتر استاد میخوره این مشروط که دیگه نشده 2 تا. 2 تا خب اصلا مهم نیست کلا ولش کن اصلا نمره و اینا اصلا ولش کن مهم اینه که فقط بخوای که بتونی میخوام. مگه نمیخوای خداییش میخوام. مگه نمیخوای چرا؟ حالا با این خواستنات کجا میخوای بری اینو به من بگو راستش مهندس مثلا آمریکا
همین پولم نیست. قصه ای بزنید من رشد میشم. حاجی قول داده 1400 بده، حتما میده. حرفش حرفه، تو بازار همه میشناسن. مهندس من میخوام. مهندس رو خدا آخه کار واسم نیست. من اگه پول داشتم خب نمیخواستم برم آمریکا. رفتم اینجا استخدام بشم، کار واسم نبود. من نماد آموزش عالی کشور درس میکنم. تو رو خدا میخوام. مهندسی تخفیفی میشه. سلام گرم منو به حاجی برسون. بگو اون 3.5 میلیون تومن رو بکنه تو جیبش. بیرون آقا سریع دقیقه برو بیاد. بهم توهین کرد، تحقیرم کرد، میفهمم به حاجی توهین کرد. میفهمم آقا جان. اینجا فقط باید پول داشته باشی. میدونم فکر میکنی من درکت نمیکنم، این دکترم که موفق و یه آدم پول داره اصلا حرفای تو رو نمیفهم. میدونی آقا من خودم عمرات خوندم. من 18 سال از زندگیمو گذاشتم تا بتونم دنیا رو عوض کنم، ولی فکر نمی‌کردم با اون همه امید آرزو یه روز بشین رو پله‌های دانشکده و دوستایی رو نگاه کنم که دیگه نمی‌شناسمشون. آدمایی که یه روز صدای خندشون همه جا رو می‌گرفت. من دیدم دور و برم پر شده از آدمای مفسرد. با خودم فکر کردم که خب میرم روانشناسی میخونم، این آدما میان پیشم و منم کلی پول به جیب میزنم. ولی من اینو نمیخواستم. من نمیخواستم هر روز یه نفر بیاد جلوم بشین و گذشته خودم رو برام تداعی کنم. من نمیتونم به کسی کمک کنم آمنه، چون به خودم هم نتونستم کمک کنم. من هیچ وقت به چیزی که میخواستم نرسیدم. من 1000 تا صدا تو سرم میشنوم که آرزوهاشون رو خاک میکنن. من یه زندگی آروم میخواستم. هیچ وقت نخواستم اونطوری که بقیه دوست دارن زندگی کنم. میشنوی آقا، این صداها دارن خستم میکنن. گوش کن. ماسک بشم. من میخواستم فضانورد بشم. من میخواستم رئیس مافیا بشم. من میخواستم رئیس جمهور بشم. من میخواستم موزیسین بشم. من میخواستم پولدار بشم. من میخواستم نویسنده بشم. من میخواستم معمار بشم. من میخواستم موزیسین بشم. من میخواستم دوبلور بشم. من میخواستم گوینده بشم. من میخواستم راننده فرمول 1 بشم. من دوست داشتم مهندس بشم. بچه که بودم دوست داشتم خلبان شم. من میخواستم کارگردان شم. من میخواستم بازیگر شم. من خیلی دوست داشتم دکتر شم. من میخوام دکتر میرقادری بشم. من نمیخوام این چی شم. میخوام دکتر علیمیان بشم. من میخوام پولدار شم. من میخواستم بازیگر شم. من میخوام مسافر شم. من میخواستم معلم شم. من میخوام انتظامات باشم. مثل سیبم بخورم. خواستم بلندترین برج دنیا رو بسازم. نمیخواستم چیزی بشم. من میخوام آدم خوبی باشم. من میخواستم نقاش شم. من میخواستم شاعر شم. من میخواستم پلیس شم. من میخواستم دکتر بشم. میخواستم دریا بشم. من دیگه یادم نمیاد چی میخواستم بشم. تو هم میشنوی آمد. دیگه فکر نکنم کسی اینجا باشه که نشنوه. اگه تو آب میخوریم
بازیگرمون. عطا امیرحسین باباخانی دبیر کمیته تئاتر، شایان قاسمی افتخارشون که تو کارگردانی این کار خیلی کمک کرد از بچه اومنایه. حمید ایده اولیه کار عامر رو و اسم عامر رو حمید انتخاب کرد، افتخار حمید که گفت صحنه نمیام و سجاد بازارنامه. و از همه مهمتر کار ما بر پایه موزیک بود. دوست عزیزم کوروش سر. بچه‌ها یک دو آبهاتون هم بخورید.